توی این ویدیو اومدیم با پک اوپنینگ و اکانت برای شما. سلام و درود به برابکس گنگ یوتیوب. خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو از کانال امیر تایگر. بالاخره بعد از 2 سال اومدیم کانال یوتیوب جدید زدیم. خیلی زحمت کشیدیم سر کانال اول و به ایجاد نرسیدیم. یه جورایی کلی وقت گذاشتیم، ادیت زدیم، کلی پک اوپنینگ زدیم و کلا بخوام بگم اون کانالی که ما زده بودیم سبک محتوای خوبی نداشت و به خاطر همینم نتیجه خوبی نگرفتیم و اومدیم یه دونه کانال جدید زدیم و خیلی‌ها منتظر بودن بیاین کانال رو راه بندازیم و دوره هم کلی ویدیوی خفن داشته باشیم و بالاخره این اتفاق افتاد. همه کسایی که واقعا موندن مرام گذاشتن و منم قول دادم براشون جبران کنم. این ویدیو از چه قراره؟ ما اومدیم یه سری اکانتو که کوین دارن رو خریدیم و پک اوپنینگ میزنیم، ویدیوشو میذاریم داخل کانال و بین شما قرعه کشی میکنیم. برای برنده شدن هم شما کافیه کانال تلگرام، پیج اینستاگرام و کانال یوتیوب ما رو ساب داشته باشید. من کلی ویدیوی پک اوپنینگ دیدم داخل یوتیوب، اکثرشون برای یوتیوبرای خیلی خفن بود و اینا با بازدید بالا. بیشترین کامنتی که دریافت کردم این بود: داداش کی میشه مثلا ما همچین اکانتی داشته باشیم؟ کی میشه مثلا ما پک اوپنینگ بزنیم؟ یکی دیگه نوشته بود: داداش من تنها آرزویی که دارم اینه یه دونه اکانتی فوتبال داشته باشم، یه چند تا دونه اپیک داشته باشه بتونم باش بازی کنم. با این اوضاع اقتصاد کشور خریدن اکانت برای خیلیا ناممکنه و واقعا بودجهشو ندارن. ما تصمیم گرفتیم هر هفته که باکس اپیک خفنی میاد براش کوین بزنیم و به شما هدیه بدیم و اینجوری یه سریا صاحب اکانت میشن و دلشون شاد میشه دیگه یه جورایی. و اینم تنها کاریه که از دست من برمیاد میتونم براتون انجامش بدم. ما به غیر از این ویدیو کلی ویدیوی خفن میذاریم داخل کانال، از پک اوپنینگ گرفته، از اخبار ای فوتبال، ویدیوهای چالشی، کوآپ با بهترین یوتیوبرها و کلی ویدیوهای خفن دیگه درباره ای فوتبال. خوشحال میشم که کانال ما رو ساب داشته باشید و زنگوله رو آل بذارید که هر وقت ویدیو جدیدی گذاشتیم با خبر بشید و بیاید ببینید. خب دیگه بیشتر از این معطلتون نمی‌کنم. لایک، ساب، کامنت فراموش نشه. خیلی دوستتون دارم. بریم سراغ این پک اوپنینگ خفن. آقا رخ باکس دارین؟ این از باکس اپیک این هفته است که آقای لوئیس سوارز با اسکیل فنومال فینیشینگ و اتکینگ سورج. میبرم که آقای شواینشتایگر رو داریم با اسکیل فنومال پاس و لانگ ریج تکلینگ و آخرین بازیکن این باکس هم آقای فن برونک هورس که با اسکیل ادگیت کراسینگ و لو اسکریمر. آقای لوئیس سوارز داریم، سبک گل پوچر هستش بچا که بوسترش روی فینیشینگ و هدینگ و جامپش هسته بچا که اینور اسکیل دبل تاچ هد لانگ ریج کرل رو هم داره بچا و یه جورایی میشه گفت تمام اسکیلا رو داره. اینجا هم که آقای شوانشتایگر رو داریم با سبک باکس تو باکس بچا. این شوانشتایگر خیلی خوبه و اولین کارتش هم از داخل فوتبال. امیدوارم که بتونی برای این اکانت درش بیاری. بوسترش روی اتکینگ آورنس و دیفنسیو آورنس و همچنین شتابش هسته بچا که اینجا بچا تمام اسکیلای پاسو داره. و برسیم سراغ آخرین بازیکن فن برونک هورس. این یکم اسمش سخته بچه‌ها. آقای فن برونک هورس هم که اولین کارتشه به فوتبال اضافه شده با سبک اتکینگ فول بک، بوسترش هم روی پاسشه، کرلشه و همینجور اسپیدش و این داداشمون هم کل اسکیلای پاسو داره. با بچه‌ها ما اینجا 3830 تا کوین داریم. بریم ببینیم چیکار می‌کنیم. بریم داخل ورزشگاه ببینیم چه خبره. اگه با 100 اول بده خیلی خوب میشه. با 100 اول یه دونه EMF گرفتیم. آقا یه کنسل، دو کنسل، برو بریم. آقای لوئیس سوارز رو بده ما عشق کنیم. آجی یه دونه هایلایت گرفت. فقط باکس سفتیه. ما گفتیم با اولین 900 میتونیم آقای لوئیس سوارز یا شوانشتایگر رو بگیر. دهن سرویس حاجی زیر شوانشتایگر داد بهم. چی میشد شوانشتایگر رو بدی؟ با بچه‌ها یه دونه 100 دیگه میزنیم پشتش. اینم که هیچی نداره. باز باید بریم 900 بزنیم. بریم سراغ 900 بعدی. ای بابا حاجی هیچی نداره. ما تا اینجا که هیچی نگرفت. بریم سراغ 900 بعدی. بنازم شوانشتایگره. بنازم حاجی آقای لوئیس سوارز رو گرفتیم. پشمام حاجی گل سرسبد باکس رو در آوردیم. بچه‌ها 118 تا بازیکن مونده که ما تونستیم آقای لوئیس سوارز رو بگیریم و اینورم باکس پاتریک ویرا هستش. یه 100 میزنیم. یه دونه CMF داده. 100 دیگه اینجا میزنیم. حاجی CVه. یه 100 دیگه بزنی برای باکس شوانشتایگر ببینیم شوانشتایگر رو میتونی بگیریم. بنازم حاجی یه دونه هایلایت دیگه گرفت. بچه‌ها فکر نکنم چیز دیگه ای بگیریم. یه 100 دیگه برای باکس پاتریک ویرا میزنیم. میریم ترکیب و نشونتون میدم. والا اگه شد برای باکس های دیگه میزن. یه فکر نکنم چیزی بمونه. بچا بریم ترکیب رو با هم دیگه ببینیم. بچا این از ترکیب تیممونه، ترکیب 4 2 2 2. بریم که آقای لوئیس سوارز رو بیاریم، مکسش کنیم، بذاریم جای کیلیان امباپه. بوستر هم بهش بدیم بچا. بدون بوستر 106 شد. بنازم حاجی بوستر هم بهش دادیم ولی متاسفانه بوستر مخصوص خودش نبود، روی 106 وایستاد دیگه. اینجام که آقای زیکوی بلیتسکلر رو هم داریم، داوید رایا. حاجی این گوشیه زیاد خوب نیست
نیست و این که آقای کومانو توی دفاع داره. بذارید بازیکن‌های رزرو هم بهتون نشون بدم بچه‌ها. این هم از بازیکن‌های رزروش است. یه سری هایلایت رو داره. یکی دو تا هایلایت هم همین الان گرفتیم دیگه. برای باکس سوارز زدیم. خب بچه‌ها یه دونه شانس رایگان هم از باکس شوتایمای رایگان داریم. بریم اینو هم بزنیم ببینیم چه بازیکنی بهمون میده. نه به نظرتون برای کدوم باکس بزنیم آجی؟ دو دلم. آجی کاش سرمربی گرفته بودیم بهش. اصلا یادمون نبود. دیگه کوینا رو زدیم. بچه اینجا باکس پوتو هم داریم فکر کنم. خولیان آلوارز، جان استونز هم هست بچه. بهترین بازیکنای این باکس پوتو هست. برش کن آجی. میریم 200 تاشو میزنیم برای پاتریک ویرا، 200 تاشو میزنیم برای شوانشتایگر. یه صد دیگه بزنیم ببینیم میتونیم آقای پاتریک ویرا رو بگیریم یا نه. بازم که هیچی نداد. یه صد میزنیم برای باکس شوانشتایگر. ای بابا اینجام که باز هیچی نداد. دیگه چیزی نمیداد. من که خولیان آلوارز است. با اسکیل ویلیتسکه. صد اینجا بزنیم. یه صد اینجا میزنیم. یه صد هم برای باکس پوتو. هیچی نداره. کاش همشو زده بودی برای باکس پوتو. حالا اشکال نداره. یه دونه 100 تایی داریم. 100 آخرام بریم بزنیم برای باکس پوتو دیگه. جون خودت رویو تو بده. فابیان رویز رو گرفتیم. آچ خوبه. فابیان رویز هم خوبه آچ. خوب شد. لوئیس سوارز رو گرفتیم و همینجور دو تا بازیکن هایلایت و یه دونه بازیکن پوتو هم گرفتیم دیگه. بریم فابیان رویز هم بذاریم داخل ترکیب، میذاریمش جای آرنولد. خب بچه‌ها اینم شد از ترکیبمون با استرنج 3131. فقط من ایونت ها رو نرفتم. اکانت گیر هر کس اومد میتونه ایونتاشو بره و یه دونه سرمربی برای خودش بگیره. چون ایونتاشو من نرفتم کلی کوین مونده. حتی فرند مچاشم خب دیگه من نرفتم. یه جورایی میتونید 100 تا کوین از فرند مچ بگیرید و یه دونه آقای جرارد هم حالا میتونید با فرد مچ بازی کردن بگیریدش. و بچه‌ها ما آنچنان دیوایس خوبی نداریم که براتون تست بگیریم. اگه متوجه شدید همون پک اوپنینگ هم که میزدیم خیلی گیر میکرد و اینکه فقط پک اوپنینگ رو میتونیم بزنیم و تست دیگه نمیتونیم بگیریم. اگه میتونستیم تست هم بگیریم خیلی بهتر میشد. دمتون گرم که تا آخر ویدیو بودید. اینم بود از پک اوپنینگ آقای لوئیس سوارز. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید. یعنی دوشنبه پک اوپنینگ میزنیم و چهارشنبه اکانت رو براتون قرعه کشی میکنیم. و بازم میگم شما برای برنده شدن کافیه کانال یوتیوب، کانال تلگرام و پیج اینستاگرام ما رو فالو داشته باشید و هر دوشنبه ما پک اوپنینگ داریم. میایید اونجا کامنت میذارید و شانس خودتون رو برای برنده شدن امتحان میکنید. بازم میگم لایک، ساب، کامنت فراموش نشه. خیلی خیلی دوستتون دارم. مخلصیم. تا ویدیوی بعد.